سلام به کنکوری عزیز، امیدوارم حال همیشه خوب باشه. من احمد مشاهدی هستم، مدرس درس ریاضی فیزیک کنکور. تقریبا طبق 40 سالی که تقریبا کنکور برگزار شده ما هر سال 30 تا سوال کنکور از درس ریاضی داشتیم. تقریبا 8 الی 10 تا که در خیلی موارد نادری 10 تا سوال از محاسبات عددی داشتیم و 17 تا سوال هندسه که شامل اشکال هندسی، حالا میتونه مثلث، چارزلی، انزلی، دایره، احجام و تست‌های هوش، شمردنی، تقارن باشه و 5 تا سوال هم از مبحث فیزیک همیشه آخر بوده. این مباحث فیزیکش هم مبحث فشار گرمان، نیرو حرکت، الکتریسیته، موج و آینه و عدسی هستش که معمولا از دو قسمت آینه و عدسی نیرو حرکت خب سوال بیشتری توی کنکور دیده شده. مباحث هندسه هم خب نمیشه گفت چون یه جوره با مرتبطن، شما اشکال هندسی رو باید بشناسین چون با هم دیگه لینکن، خیلی نمیتونیم مجزاشون کنیم، ولی خب مطالب تقریبا سرفصل همینه. فقط اتفاقاتی که افتاده هر سال طبق روال همین روال توی کنکور برقرار بوده، فقط توی از سال 1400 به بعد به عبارتی یه تغییراتی توی محاسبات عددی اتفاق افتاده و یه مقدار میمونه سوال قسمت محاسبات عددی هم وقتگیرترن هم سوالای فنی تری شدن که یه خورده کار بچه‌ها رو مشکل کرده. ما تاکید که بچه‌ها داریم حتما سر جلسه کنکور حتما ریاضی فیزیک از آخر به اول شروع کنن، بتونن نتیجه بهتری بگیرن، چون الان زمان بندی تو سال آخر خیلی مهم شده واسه بچه‌ها. روش درس دادن ما به همین صورته، ما طبق همین سرفصلی گفتم اول محاسبات عددی بر اساس کتابم تدریس می‌کنم و همینجور هندسه و فیزیک مطالب کار میشه. ما یه تستای داریم در طول سال با بچه‌ها کار می‌کنیم، یه PDF هایی به بچه‌ها میدیم و کلاس رو هماهنگ دو طرف جلو میبریم. امیدوارم که این اطلاع دردتون بخوره. قربان شما، خداحافظ. ما در کارنامه یک خانواده، آینده اینجاست. آنلاین برای همه دانش آموزان ایران. مشاوره، کلاس، آزمون، کنکور کارنامه، منتظرتون هستیم.